سلام دوستان عزیز، من حکیمی هستم از فرانسه. دوستان عزیز، ما امروز سفر داریم به یکی از ناحیه‌های دوردست خیلی هم زیبا و دیدنی، لیبوغن که در اطراف شهر بوردو جایگیر شده است. انشاءالله میریم نصیب باشه تمام این شهر به نوار میکشیم، جاهای دیدنی زیبا و هر چه که در چی برابر شد دیگه با ما باشه، دعاگو باشه که ما ساخت سلامت بریم برسیم، چون بدونین در فرانسه فعلا کانیکولای یا به حساب فرانسه یا واکانسای و در استفاده بوده برادرای فرزندان قطعی فامیل یا قطعی آیله گرفتیم رفتیم طرف شهر لیبوغن و ببینیم. دوستان با ما باشه تا آخر برنامه رو ببینیم، از برنامه ما چی میبراید، یک جای بریم تماشا کنیم و یک جای با هم سفر کنیم. دیگه دوستان عزیز به شبکه ما سر بزنین، در یوتیوب کانال ما رو سابسکرایب کنید، به کانال ما ابونه شوین، لایک پدلیس و کامنتر رو فراموش نسازید و بریم با هم تماشا کنیم. دیگه فعلا خداحافظ. با عرض سلام، خسته نباشید دوستان عزیز. سلام، خوش آمدید به برنامه نوبتی ما امروز آمدیم به یکی از شهرها و روستاهای خیلی هم دیدنی و زیبای فرانسه، شهر لیبوغن که در تقریبا 30-35 کیلومتری شهر بوردو در جنوب فرانسه جایگیر شده است و من فعلا قرار دارم در لب ساحل دریا در شهر لیبوغن. دیگه میریم طرفای دیگه سمت شهر و ببینیم که ما چه چیزها برای شما آماده کرده میتونیم و به نوار کشیده و دوستان ما را تا آخر برنامه رو بیننده باشین. با کانال ما سر بزنین، کانال ما رو سابسکرایب کنین در یوتیوب و زنگوله دویمی رو برای همیشه فعال بسازین تا که بیننده برنامه‌های آینده ما نیز باشین و میریم طرفای دیگری شهر لیبوغن فرانسه. با ما باشید دوستان عزیز. دوستان عزیز، هم کوچه های شهر لیبوغن، خیلی شهره که چندان کلان است، تقریبا 25-30 هزار اهالی دارد
چندان شهر کلان هم نیست، اما جایهای خوب و زیبا و دیدنی خیلی زیاد دارد. از قبیل موزه، سینما، تئاتر، دیگه چی از اینجا مکتب های مثلا کالج و دیگر. و بریم داخل شهر. ما فعلا دوستان نگفتن امانت یک کمک دیرتر اومدیم، قریب شامگاه هست. او طرف هم کشتی رفته است. دیگه نگفتن امانت دوستان میگن از همین شهر از طریق بحر، از طریق دریا با بحر وارد چی میشوند پاریژ. در دوام 15 روز الی یک ماه سفر میکنند و کشتی های کلان، کشتی های کرویز میگن چی میگن. و خیلی یک برادرم خیلی گفت در اینجا که تا کجا حقیقت داره شما نمیفهم. دیگه گفت که به نهایت توریست و چی بسیار است در شهر و از اینجا پورت به دست میروند طرفی شهری پاریژ، یعنی پایتخت فرانسه. یعنی میگه کوچه ها و خیابان های شهر لیبورن و این طرف هم میریم لبی ساحل. اینجا بخیالم جای کشتی ها، اینجا کشتی ها رو کرام بگیری و گرد شهر گفتی که پاکی تماشا میکنی، چرخ میزنی. خب دوستان ما را همراه باشید، نوارهای خوب و جالب دیدنی هست پیش است ان شاء الله. دوستان اینجا یک گوشه قلعه است از زمان قدیم، یک همی زنگولش مونده است، دیگه‌اش تخریب کردن، خراب کردن. خب بیام خانه های قدیمه شهر لیبورن. خب میریم دیگه طرف ها. همین لبی دریاش بسیار مخصوص شد، لبی دریاش خیلی هم زیبا، شمال، آبی تازه، خیلی پرنده ها، خیلی چیز طبیعی است. و اینجا هم چندین دارن مرغابی ها هستن که در بیرون ساحل بر آمدن، خودشون افزود دادن. میبینید دوستان اما قلعه گفتیم بگم چیزی که فقط زنگولش مونده است، دیگه‌اش تخریب شده است. بیام دیگه کوچه های شهر. دوستان عزیز چون چی گفتیم این هم یکی از قلعه های قدیمه شهر لیبورن که جای تاریخی، جای یادگاری. و این هم دوستان نگفتن امانت اینجا تابلوچکش نوشتگی تقریبا سالهای 1330 میلادی و 1350 میلادی تأسیس داده شده است و چندین بار تخریب شده است، ویران شده است، آباد کردن. و اینجا هم چندین نوشتجات با زبانهای انگلیسی، فرانسوی و اسپانیایی نوشته شده است. لا باستید de لیبورن، یعنی همین شهر لیبورن. اینجا ببینید دوستان اینجا هم چند نمود دیگه چیوش و اینجا هم توریست ها که از داخل اینجا بر آمدن. اینجا اگه موزه داشته باشه داخلش یا که نه، فقط دیوارش مونده است. فقط دوستان دیواری همیچی مونده است قلعه، چون گفتیم یک گوشه‌اش ماندن. و گفتن امانت دوستان عزیز چرا بیشتر نوارهای ما از فرانسه است، به خاطری که فرانسوی‌ها در هر شهرهایی که رفتیم تمامی چیزهای تاریخی خود نگاه کردن و آباد کردن و نگاه داشتن، در هر حالتی که بوده باز از نوسازی کردن و بحری مردم تماشاگر سیاح اینها را چی کردن و امروز از اینها پول میگیرن. این هم یک جهتی گفتی گفت اقتصاد کشور را بالا بردن. این هم چون گفتیم کشتی که دریا میگردن و تا سمت پاریژ میبرن. و این هم مرغابی هایی که چنانچه پیشتر گفتیم در لب ساحل آمدن و چی میکنن، از زندگی خود لذت برده ایستادن. مثلا یک دفعه شما ببینید اینجا چندین قایق و کشتی ها که برای کرا گرفتن، میگیره کرا میگیری میره تماشا و تفریح. خب خیلی جای زیبا و دیدنی برادرها. کسانی که امکانیت دارن میتونن توصیه میکنن که بیان به شهر لیبورن در نزدیکی بارداست و بیان تماشا کنن و لذت ببرن. خیلی گفتی گپا جای دیدنی است. ببینین خیلی زیباست. دوستان عزیز چنانچه گفتیم در فرانسه طبق چیزا همه در تراس
یا در کوچه میخوان که نان بخورن. این هم یکی از دلایل دیگر. این هم یک رستوران در لب ساحل و مردم اکثرا میخوان که در لب بالکن یا تراس نان بخورن. دوستان ببینید شما یک دفعه دیگه این طرفه دریا را ببینید و غروب آفتاب ببینید چقدر نوار عجیب اومد. فقط بگویی اگه فیلم برداری پروفسیونال باشن ببینید چقدر هم غروب آفتاب هم دریا هم پول یا ماست. دوستان یک دفعه ببینید شما این طرف ما بگردیم این طرف خیلی جاهای دیدنی و زیبا و این هم پول دیگر خیلی زیبا است دوستان عزیز، خیلی جالب و دیدنی. خب دیگه این طرف هم مهمانخانه مرکوری که در تمام نقاط فرانسه است و یکی از هتل های نامدار و مشهور. این طرف هم رستوران ها و چیزایی که در لب ساحل هستند. با ما باشه دوستان، بریم بالای پول. دوستان عزیز، چنانچه می‌دانیم ما در شهر لیبورن فرانسه قرار داریم و عکس جالبی دیگر داریم. امروز خیلی هوا گرم است، تقریبا 38 39 درجه است و برای مردم این شهرداری بگیم این خیلی دستگاه ها یا که این خیلی چهار تشکیل کرده است که مردم خودشون سلخین کنن. این یک بوغای رنگی چی میگیم هوا با یک دفعه بدریم کوچ خیلی آبی خنک بوده بچه‌ها. اینا بی چه زیبا. اینا بی کاش نکنی باور که بخدا خیلی جالب. ای با چند دقیقه بود است میشه با اینا کشتنش. ببینین خیلی جالب دیدنی و خیلی هم چیزی خوب سالخین شدیم کمکی. خب اینا دوستان عزیز نزدیکی پل اومدیم و این پلی که شهر نو با شهر کهنه میپیوندد. خب با ما باشه دوستان. دوستان عزیز همین منظره شما یک بار ببینین چه یک منظره است. آفتاب غروب شام و دریا و این هم ماست پول و جاری شدن آب طرف دستی چپ. خب و دوستان عزیز چنانچه میدانید ما در لب ساحل فعلا قرار داریم، در لب دریا و اینم از این طرف دریا از این طرف پل. ببینید چه یک جای زیبا و دیدنی هم هست. خب دوستان عزیز دیگه ما میریم طرف بالا شهر و جاهای تاریخی را ببینیم. دوستان عزیز این هم یکی از دیگر کوچه های شهر لیبورن و ما یک چیزی دیگر را دیده ایم از دوری. این هم کاتدرال یا کلیسای کلان شهری لیبورن و متاسفانه برادرها و دوستان میگن که بسته است یا چی میگن تعمیر رفته است یا از نسازش دارن خودی کاتدرال. همون میریم که ببینیم تا کجا میتونیم برنوار بگیریم. و دوستان شما یک باریگاه کوچه دیگر رو ببینید، خیلی کوچه زیبا هم هست، کوچه های مرکزی البته مرکزی شهر لیبورن. خب بریم ما بالای پول یا بالای ماست. این دیگه کوچه رو ببینید دوستان، خیلی زیبا هم هست. با ما باشه دوستان عزیز، برنامه‌های ما در شهر لیبورن ادامه داره. دوستان عزیز ما آمدیم بالای ماست یا بالای پول و اینم زاویه یا نوار از بالای پول طرف دریا. ببینید دوستان یک باری محبته و جایهای دیدنی را خیلی زیبا هم هست. واقعا آدم استراحت میکنه، عصب آدم آرام میشه. ببینید دوستان،
شهر باردار لوبوغنی باردار یم پول یا بالای ماستی دریای لوبوغن. خب دوستان میریم دیگه طرف ها با ما باشید. برنامه ما هنوز در این شهر ادامه دارم. میریم دیگه طرفی شهر. چنانچه گفتیم دوستان عزیز ما در شهر لیبوغن در نزدیکی شهر باردار قرار داریم و چنانچه گفتیم این نویسنجات لیبوغن و این شهر و همون کاتدرال گفتیم از زاویه دور یا از بالای پول یا ماستی دریا. انشاءالله با ما باشید. برنامه ما خیلی جالب و دیدنی از پیش است. دوستان عزیز ما هم هنوز سفرها و گشت و گذاری ما در کوچه و خیابان‌های شهر لیبوغن ادامه دارد و میریم دیگه طرف‌ها و دیگه کوچه‌های شهر. این هم یکی از کوچه‌های دیگری شهر. دوستان عزیز چنانچه وعده کرده میریم طرف کلیسای کلانترین شهر لیبوغن. این هم شما و این هم کلیسای کلانترین شهر لیبوغن. ببینید دوستان عزیز انگلیس بوده است. انگلیس یعنی که کلیسای کاتدرال سوار می شود. انگلیس بوده است. یعنی کلیسای نامش چی بود؟ سن ژان با نام سن ژان یاد میشد است. کلیسای کلانترین شهر لیبوغن. ببینید دوستان او در مرکزش یک تا ساعت داره و اینم خیلی بلند است داره. تقریبا یک خدا دروغ نکنه یک 90 تا 80 تا 100 متر بلندی داره و متاسفانه بسته است چون چی گفتیم چون در اینجا ترمیم رفته ایستاده است با سازی از نامسازی که ایستان دیگه طرف هم. این هم دیگه گوشه‌های شهر لیبوغن. دوستان عزیز شما لایحه این طرحی که لایحه این کاتدرال رو ببینید. در ماه دکبر سال 2021 مهندسان یا که مثلا کمیسیه که به تشکیل کردن دیدن که در همه خود کاتدرال که جایش یک ترش نداره جایش مثلا جاقیدگی بده و آمدن که رسپاس کنن و اون خاطر ببینید لایحه 1,625,000 یورو باید بازسازی شود برای چند سانتی متر که ترشی نشده است. ببینید دوستان عزیز چقدر مردم چیزای خود دوست می‌دارن و احتیاط میکنن و بازسازی میکنن به خاطر یک چند سانتی متر که جاقیده است ترشی نداده است. ببینید دوستان خیلی بلند هم هست. خب بریم دوستان عزیز دیگه طرفا و دیگه کوچه‌های شهر با ما باشید. دوستان عزیز ما فعلا قرار داریم در دیگه کوچه‌های شهری لیبوغن و شما ببینید ما در مرکز شهر آمدیم. در هم صدای کلیسا هست، صدای زنگ کلیسا. ببینید دوستان چهار تا خیابان های کلان و کوچه‌های کلان شهر لیبوغن و ما میریم دوستان دیگه سمت ها کوچه ها رو ببینیم. هیچ کوچه بازی بوده. هم شهرداری یا مرگورودی او شهر لیبوغن فرانسه. هم جوانای کوچه بودن جوانای شهر خیلی مردمی گوشی گپا خوش طبع خوش اخلاق هستن. و دوستان عزیز هم دیگه گوشی گپا میدانی که نامش نمیدونم چی میدان مرکزی شهر لیبوغن و بریم اون کوچه بسیار در نظرم زیبا تافت و چیزای جالب هم داشت و این زیری برادر زیبایان پارکینگ های چنانچه میدونید در همه میدان های فرانسه وای فای گراوتید یعنی وای فای
به پلاس فری است. این با همش معلومه. و بریم اما کوچه که جالب‌تر است نظری ما دیگه کوچه هاش بساش ما یک دفعه این کوچه ها رو ببینید محوطه رو ببینید مثل کوچه ها و خیابان های شهرهای آلمان مونن میزنن. بریم با هم باشیم. بریم دوستانی عزیز، یک جالبی دیگر در آذربایجان میگذاشتم در نظرم خورد. مثلا ببینین انمی ساختمانی که میبینین ساختمانی میر گارد یا که میر شهر و ببینین در پهلویش یک رستوران تابستانه بدون یگان اخرانه، بدون یگان ملیسا، بدون یگان پلیس مردم زندگی دارن. مردم میان نان خود چای خدا میخورن، کافی خدا میخورن میرن. ببینین اونجا هم آفیس توریسم که فعلا بسته است و این هم یکی از دستاوردهای خود مردمی فرانسه است که مردم برای خود راه انتخاب کردن و آزادانه زندگی میکنن. یک دفعه که ببینید این مردم و این هم میرگارد یا شهرداری شهر لیبوغن فرانسه بدون اخرانه، بدون یگان ملیسا و دیگه و دیگه. خب بریم دیگه طرف شهر با ما باشید دوستان. دوستانی عزیز، خوش آمدید به برنامه نوبتی ما. حکیمی هستم از فرانسه و امروز آمدم دوستانی عزیز به یک از شهرهای زیبا و دیدنی اطراف شهر باردو، شهر لیبوغن که در 35 کیلومتر این شهر باردو قرار دارد و ما فعلا قرار داریم در مرکز شهر، در مرکز این شهر. و ببینید من در کدام خیابان قرار دارم. خیلی خیابان زیبا و دیدنی دراز است چون در این کوچه تمامی مثلا رستوران و مغازه ها و دیگه قرار دارد. و برنامه ما از چی عبارت است؟ به خاطر که اینو ببینید یک در بالای سر این کوچه یک چیز دیگه سدکه و گلک‌های کشالان به خاطر که هفته مردم فرمای دروش نزنن. مردم دولت برای مردمش غمخواری کرده است و این چیزا رو نصب کرده است و این چیزا مردم از افتاد نگه می‌دارن. دوستان عزیز با شبکه ما سر بزنید در یوتیوب و شبکه ما رو سابسکرایب کنید و با دوستان خود بفرستید و زنگوله دویمی رو برای همیشه فعال بسازید و شما رو دیگه وقت نمیگیره. شما رو به خدای پاک و منان میسپارم تا برنامه‌های بعدی. خداوند یار و مددگار همه ما و شما باشد. بدرود. دوستان عزیز عکس دیگه زد. ببینید این هم میرگارد برای مردم خود امشب یک چهاربینی یا یک برنامه تشکیل کرده است بی پول. شخصانی که میخوان که رقص کنن دیگه وقتی خدا گوش بزگرمن این خیلی برنامه میکنن و مردمش میان رقص میکنن. خب دوستان هنوز ما در کوچه ها خیابان‌های شهر لیبوغن هستیم و این یکی از دیگر میدان ها و چهارراهی کلان شهر و میریم دیگر طرف. اگر خواهدونی دوستان دیگر و میریم نگاه کوچه ها و خیابان ها. دوستانی عزیز اینجا رسیدیم به فرجام برنامه. این هم بود کمی معلومات درباره شهر لیبوغن فرانسه و درباره این برنامه و دیگر جاها دیدنی چی فکر و نظریات دارین دوستانی عزیز زیر ویدیو با ما شریک بسازین، حتما بنویسین، کامنت کنین و لایک و پدری سر فراموش نسازین و با دوستان خود بفرستین. دیگه وقت شما رو نمیگیرم، شما رو به خدای پاک منان میسپارم تا برنامه‌های بعدی. خداوند یار و مددگار همه ما و شما باشد. بدرود.